مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام. همونجوری که در تیتر این ویدیو هم دیدیم، امروز قصد داریم که پشت پرده های نماینده مجلسی که دزد به خونش زده و 3 میلیارد و 562 میلیون تومان ناقابل رو برداشته برده. البته موقعی که ما داشتیم این ویدیو رو آماده میکردیم که من بیام ضبط بکنم، یه تا از دوستان میگفتن که بگو که دزد به دزد بزنه میشه شادوزد. بعد من گفتم ربطش چیه؟ نماینده مجلسی که دزد نیست. بعد گفتش که نه، تو بگو مردم متوجه میشن. حالا ما هم گفتیم امیدواریم که شما متوجه شید. من نمیدونم چه ربطی به این موضوع داره، ولی خب دیگه به هر حال اون دزد محترم 3 میلیارد و 562 میلیون تومان از این نماینده مجلس دزدی کرده. از اون طرف خبرگزاری، یعنی شفافیتشون تو حلقم، یعنی ادعای روزنامه نگاریشون میشه، ادعاشون میشه تو ایران رسانه دارن. بعد تیتر رو نگاه کنید، کروکوپرتون میریزه. دزد به خانه ت.ک عضو اقتصادی مجلس زد و 3 میلیارد و 562 میلیون تومان پول نماینده مجلس رو دزد برد. تیتر رو دیدید؟ یعنی نمیدونم اینا مردم رو چی فرض کردن؟ ت.ک چیه؟ انگار مثلا ما چند تا نماینده مجلس داریم که مثلا اسمشون با ت شروع بشه بعد فامیلیشون که. یه ضرب میمدی میگفته آقای تقی کبیری دیگه. البته این آقای تقی کبیری آدم خیلی پاک و مؤمنی هست، یعنی هر موقع هم که میخوان بیان مصاحبه بکنن 3 کیلومتر ارادتشون به امام و انقلاب و اسلام طول میکشه. ببینید الله الرحمن الرحیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اعیاد شعبانیه به ویژه میلاد با سعادت حضرت ابو عبدالله الحسین و میلاد قمر منیر بنی هاشم و میلاد امام سجاد علیه السلام روز آستار و جنباد رو به همه مردم ایران اسلامی تبریک عرض می‌کنم. بله دیگه، این آقای تقی کبیری بودن. حالا امروز میخوایم پشت پرده هاش رو به شما نشون بدیم، ببینید که اینایی که اینقدر اسلام و امام انقلاب میکنن پشت پرده شون چی هستش. اما اصل ماجرای دزدی چی بوده که تو خبرگزاری آمده؟ اصل خبر این بوده، گفته شده که روز گذشته خبر اومد که شابه آنچه در سال 91 برای برخی نمایندگان مجلس پیش اومده باز هم رخ داد و سارقان به منزل مسکونی یک نماینده مجلس در تهران دستبرد زدند. اما گویا این بار دزدها بیگدار به آب نزده بودند، بلکه به کوه طلا دستبرد زدند. اصل خبر این بود که سارقان با دستبرد به منزل شخصی یک نماینده مجلس اموال و دارایی قابل توجه از وی به سرقت بردند که عمدتاً هم وجه نقد بود. به گزارش تابناک خبر اولیه این بود که این نماینده مردم مبلغ 400 میلیون وجه نقد و 200,000 دلار رو در منزلش نگهداری می‌کرده که اکنون تومه سارقین شده. هرچند بعدها خبر اصلاح شد و از این بابت که رقم بیشتری آنچه ذکر شده بوده است. این مسئله خود جای سوال دارد. نه داداش من، جای سوال این نوع تیترزنی شما داره که می‌نویسی تکه، بنویس آقای تقی کبیری. حالا ما تکرار می‌کنیم قشنگ برای مردم جا بیفته. بعد خبر که اصلاح شد چی بود؟ خبر این بودش که 200,000 دلار نبوده، 250,000 یورو ایشون توی خونه خودشون نگهداری کرده بوده. این آقای تقی کبیری که میره توی مجلس یقه جر میده و میگه که آره باید فسادها در دولت و در سایر سازمانها برای مردم افشا بشه. حرف از فساد میزنه. شما خودت که دیگه مرجع و منبع فسادی. حالا جلوتر میگم یعنی چی. ببینید این سخنرانیشو در مجلس. دولت بایستی جلوی ریخت و پاش را بگیرد و با اشرافیگری مبارزه کند و در این راستا بایستی خود پیش قدم تر باشد و امروز مردم ما را تبعیض‌ها رنج می‌دهد. لذا بایستی مسئولین در تراز مردم زندگی کنند و خود را همتراز با مردم در رفتار و معیشت تنظیم کنند. بله سخنرانی شدید، یعنی میرن جلوی، دیدید دیگه، میرن میکروفون میگیرن دستشون آنچنان با آب و تاب صحبت میکنن، میگه چقدر این نماینده مردمیه. آدم کرکوپرش میریزه از این همه مردمی بودن این شخص. از اون طرف طبق بخشنامه بانک مرکزی که دارید میبینید هیچ شخصی اجازه نداره بیش از 10,000 دلار رو در منزل خودش نگه داره. و حتی این بخشنامه به اتحادیه‌های طلا و جواهر فروشی هم ابلاغ شده. بند 2 اگر ببینید گفته شده که هیچ شخصی مجاز نیستش که بیش از 10,000 دلار داشته باشه. حالا فکر کنید که این نماینده مجلس 250,000 یورو پول دستش بوده. حالا از اون طرف
یه نکته بالاتر هم به شما بگم که حقوق نمایندگی مجلس به صورت میان اگر در طول 4 سالی که حقوق میگیرن، یعنی هیچی نخورن، هیچی هم خرج نکنن، پرستو مرستوها رو هم ترتیب ندن و ببرن خارج از کشور رو خرجشون بکنن، مجموعاً 360 میلیون تومان دریافتیشونه تو 4 سال. 360 میلیون تومان. حالا این نماینده مجلس چجور 250,000 یورو پول داشته؟ جلوتر یکی یکی سند و مدرک‌ها رو میکنیم. از اون طرف آقای محمد علی وکیلی نماینده مجلس اومد یه توییت زد و اینجوری گفتش متاسفانه شایعه سرقت از منزل یک نماینده موج جدید تخریب و قضاوت علیه مجلس رو برانگیخته. این در حالی که بر اساس اعلان مقامات مسئول این شایعه از اساس دروغه. گویا ماشین تخریب نهاد مردم سالاری لحظه‌ای توقف نداره. دیدید این نماینده مجلس اومد تکذیب کرد. از اون طرف خبرنگارا رفتن گفتن داداش به تو چه؟ بعد خود اون نماینده‌ای که خونش رو دزد زده اون بیاد و بگه که آیا 250,000 یورو پول تو خونش داشته یا نداشته. روز جمعه ما متوجه شدیم بعد از 2 روز مسافرت که سارقان اومدن خونه ما و ظاهرا فردای اون روز، یعنی صبح فردا، این خبر درج کرده اصل موضوع سرقت. حالا اینکه این خبر چگونه و از کجا اولین بار درج کرده با این کیفیت شایعات و دروغ ها، این الان در حال پیگیری است. ما داریم پیگیری میکنیم و انشالله امیدواریم به نتایجی هم برسه و همچنین پیگیر شکایات از این بخش شایعات و دروغ ها و اتهاماتی که بوده هستیم. در سرقت حتما یه سری اسناد و مدارک برده میشه، اما اون چیزی که مطرح شد مبالغی مثل 400 میلیون تومان نقد یا 250,000 یورو یا دلار یا نرخ‌های دیگه کاملا تکذیب میشه. 1 ریال بنده اونجا نداشتم، اما اسناد و مدارکی به هر حال به سرقت رفته، مثل سند خودرو یا مثلا برخی از اسنادی که الان هم آگاهی پیگیرن که این اسنادی که شاید مربوط به شخصی بوده یا اسنادی که این بحثی که مطرح شده برای خود ما هم الان تعجب آور است در یک فضای کشورمون که متاسفانه بد اخلاقی ها در از سوی جناح ها، از سوی رسانه ها که متاسفانه بدون سند، و از اینجا هم من اعلان میکنم اگر کسی سندی دارد مبنی بر اینکه چنین مبالغی سرقت رفته اعلان بکنه. از اون طرف نماینده مجلسی که خونشو زده بودن آقای تقی کبیری گفتش که من راجع به این قضیه اصلا صحبت نمی کنم، بیانیه صادر کردم، لطف کنید برید بیانیه منو بخونید. مد شده دیگه، بیانیه منو بخونید. توی اون بیانیه گفتم که آیا پولی دزدیده شده یا نشده. بیانیه اینه: اطلاعیه با سربرگ مجلس شورای اسلامی هم هستش. به عنوان اطلاعیه گفته که احتراما به استحضار میرساند خبر سرقت مبالغ قابل توجه ارز و ریال از منزل یک نماینده مجلس کذب محض و صرفا تعدادی اسناد و مدارک به همراه مقداری تلاجات شخصی و اندکی وجه نقد مورد سرقت قرار گرفته که هیئت رئیسه محترم مجلس در جریان امر میباشند و پرونده مربوط نیست توسط پلیس آگاهی تهران تحت پیگرد است. شایعه پراکنی و تخریب شأن نمایندگی مردم و تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به خدمتگزاران صدیق نظام اسلامی توسط برخی افراد و بلندگوهای احزاب مخالف شناسنامه‌دار روشی منسوخ و دارای سابقه دیرینه بوده. از این رو کلیه خبرنگاران محترم، افراد صاحب قلم و فعالان حوزه رسانه رو به تقوای الهی و حالا صحبت‌ها دعوت می‌کنیم. دیدید دیگه با این بخشنامه‌های این چنینی گفت به تقوای الهی امام انقلاب دعوتتون می‌کنم. اصلا ناراحت میشم شما فکر کنید که مثلا این پولا رو به عنوان مثلا رشوه و نمیدونم برای اینکه بخواد یه امضایی بکنی رانتی انجام بده گرفته. نه، بنده خدای 10,000 تومان تو گاف صندوقش بوده با 2-3 تا زمین ملکی، اونا رو برداشتن بردن، خیلی به دردشون میخورده وگرنه پول آنچنان زیادی نبوده. حالا از اون طرف برای اینکه بخوایم دروغ آقای تقی کبیر رو بکنیم ارجاع میکنیم به خبری که روی خبرگزاری ایسنا قرار گرفته از قول آقای محمد جواد جمالی، سخنگوی هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس، نه کسی دیگه، یا بقال سر کوچه من و عمه من و شما نگفته، سخنگوی هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس این سرقت رو با این مبلغ تایید کرده.
خبر رو ببین. 7 مهر 98 ساعت 12:57 این خبر روی خبرگزاری ایسنا قرار گرفته و گفته شده که سرقت 2 تا 3 میلیارد تومانی از خانه نماینده استان آذربایجان غربی. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با تایید سرقت مبالغی پول از خانه یکی از نمایندگان مجلس گفت سرقت از خانه یکی از نمایندگان استان آذربایجان غربی بوده است. محمد جواد جمالی در گفتگو با ایسنا درباره انتشار اخباری پیرامون سرقت مقادیری پول از خانه یکی از نمایندگان مجلس گفت سرقتی از خانه یکی از نمایندگان استان آذربایجان غربی شده است که طبق اعلام این نماینده به پلیس 400 میلیون تومان پول نقد و مقداری دلار به سرقت رفته که مبلغ آن به تومان 2 تا 3 میلیارد تومان در مجموع است. وی در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر وجود این حجم زیاد از پول در خانه نماینده گفت 2 تا 3 میلیارد تومان پول در حد فروش یک آپارتمان 150 متری در منطقه دوسیه تهران است. بمیرن مثلا آپارتمان 150 متری دیگه. از اون طرف اون نماینده حالا ما فهمیدیم که بیانیه‌اش راست بوده، میگفت مقدار کمی پول بوده برای اینا. 2-3 میلیارد تومان مقدار کمی پوله، خیلی پول نیست. از اون طرف این سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم چقدر تو فضا به سر میاره. داشت چیزی زدی؟ اصلا اصل موضوع مبلغه نیست، اصل موضوع این هستش که طبق قانونی که خودتون تو مجلس تصویب کردید بیشتر از 10,000 یورو پولشوییه. بعد این نماینده رو بردارید و بندازیش زندان یا بعد اصلا از اون نمایندگی بندازیدش. شما چرا اصلا بحث رو عوض میکنید؟ مگه کسی گفته که با این میتونه بره خونه بخره یا مثلا چقدر ارزش خونه داره؟ من نمیدونم فاز اینا چی هستش. اما این آقای تقی کبیری یه مقداری راجبه رزومش هم به شما بگیم که براتون جالب باشه که اصلا ایشون چجوری شد نماینده مجلس و ایشونی که بقیه خبرنگارا رو به تقوای الهی دعوت میکنه. ایشون تو موقعی که نماینده مجلس بودن چه بلایی رو سر این خبرنگارایی در آوردن که بهشون میگن تقوای الهی و چین و چنان. چند تا از نمونه‌هاشو بهتون با سند و مدرک نشون میدم. این آقای تقی کبیری نماینده شهر خوی که مبالغ هنگفتی یورو رو از خونش دزدیدن، سابقه آزار روزنامه‌نگارا رو هم داره. طی نامه‌ای که کبیری به دادستان کل کشور نوشته، این آقای کبیری آقای رضا بنیادی از روزنامه‌نگاران شهر خوی رو که ظاهراً هم موی دماغش شده بوده رو عامل ترور معرفی کرده بوده. ببینید نامه زده به دادستانی گفته داداش این عامل تروره. حالا این آقای رضا بنیادی کی بوده؟ اومده بوده به عنوان یک روزنامه‌نگار یه مقداری از این پشت پرده‌های آقای کبیری رو افشا کرده بوده. مثلا اومده بوده گفته بوده که خرید شماره‌های خصوصی از مخابرات شهر خوی بوده که تهدید و ارعاب مخالفان خودشون رو با این شماره‌ها انجام میدادن. اما این آقای تقی کبیری یه داداش داره به اسم فتاح کبیری. آقای فتاح کبیری میاد یه دونه شرکت تأسیس میکنه که میبینید آقای تأسیس شرکتش رو به اسم شرکت الیاف کاولن ارس که موضوعش هم واردات ماشینالات تولید پتو بوده که میاد 4,500,000 یورو ارز دولتی دریافت میکنه. تقریبا 4,500,000 یورو برادرشون با حالا ران تو اینا ناراحت میشم ارز دولتی دریافت میکنه. از اون طرف سند بعدی که میبینید جالب هستش که میاد توی منطقه آزاد ارس 4 هکتار زمین به مبلغ متری 22,000 تومان به شرکت داداشش واگذار میکنن، اما کاربری این شرکت رو به مسکونی تغییر میدن. 22,000 تومان متری میخرن، حالا خدا میدونه متری چقدر بفروشنش. اما این آقای تقی کبیری که رفتن توی مجلس با حمایت مالی یه سری افراد باحال رفتن توی مجلس. با حمایت مالی کی رفتن؟ این چهره آقای ناصر محمد سیدی، تاجر بزرگ اهل خوی. حالا میخوام ارتباط آقای ناصر محمد سیدی رو با آقای تقی حسینی به شما بگم. آقای تقی حسینی داداش داره به اسم فتا بهتون گفتم که یه دونه شرکت زده بوده به اسم کاولین ارس همچین چیزی و جالبه که توی اون شرکت آگهی ثبت شرکت رو میبینید آقای ناصر محمد سیدی شریک هستن
نوشته شده که اولین مدیران شرکت آقای سید فتاح کبیری برادر آقای تقی کبیری نماینده مجلسی که خونش رو دزدید، شماره ملی فلان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، و آقای سید ناصر محمد سیدی، اینجاش جالب میشه، به شماره ملی فلان به سمت رئیس هیئت مدیره، و آقای ناصر معصومیان که حالا بعداً راجع بهشون هم صحبت می‌کنیم به شماره ملی فلان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره منصوب میشن. اما این آقای سید ناصر محمد سیدی که سید هم هستنشون یه پشت پرده خیلی جالب دارن که قبلا داخل رسانه‌های مختلف راجبش صحبت شده که به بابک زنجانی دوم هم معروف هستش. بریم ببینیم توی 3-4 دقیقه که آقای سید ناصر محمد حسینی کی هستش و این آقای تقی کبیری که حرف از حقوق ملت میزنه و حرف از امام انقلاب میزنه با کیا خودش و داداش شریکن. ببینید این پشت پرده آقای ناصر محمد سیدی رو. زمان احمدی نژاد نفتی که به امارات فروخته شد طرف حساب ایران این شرکت اینوک بود. 5 میلیارد و 400 میلیون دلار نفت خرید، بعد به دلیل تحریم ها گفت نمیتونم پول بهتون برسونم. وزیر نفت با بیان اینکه این پول همانند پول‌های بلوکه شده در ژاپن یا هند است تأکید کرد این پول در جای امن نیست و هیچ خطری تهدیدش نمی‌کند. کجا بوده این پول که هیچ خطری تهدیدش نمی‌کند؟ تو حساب آقای ناصر محمد سیدی. آقای ناصر محمد سیدی بچه خوی هستند، استان آذربایجان غربی، بسیار فعال در حوزه نفت و قاچاق. تو همون بروبیای بابک زنجانی سیدی هم از طرف سپاه نفت کوره به عراق صادر میکرد. این آقای عمامه‌ای امام جمعه خوی بودن. معرف محمد سیدی کی بود؟ محمد سیدی در ضمن یک صرافی داره در تهران به اسم صرافی گارانتی. معرفش به این سیستم باند در واقع قاچاق نفت و پولشویی و اینها یه دولت و در پیوند با پول بلوکه شده در امارات آقای مسعود ضریبافان بود، معاون احمدی نژاد. 5 میلیارد و 400 میلیون دلار تو حساب آقای ناصر محمد سیدی در امارات بوده. یعنی در توافق با ایران این پول میره تو حساب آقای ناصر محمد سیدی. نمیدونم الان واقعا این پول کجاست، نمیدونیم ما، ولی میدونم که دست کم 2 سال آقای محمد سیدی با این 5 میلیارد دلار کار کرده. یه 2 تا مدرسه و نمیدونم بنیاد اطرت و اینجور چیزا تو خوی راه انداخته، بنیاد خیریه. همه جام دعای امام جمعه خوی مثل سایه دنبالشه. چرا دولت روحانی با این آقای سیدی هیچ وقت مشکلی که نداشت هیچ میگفت پولا جای امنیه؟ و چرا زنگنه یا جهانگیری که مثلا بیش از بقیه دنبال پولای دزدی بودن یک بار حتی اسمی از نون میم سین، اسمی از ناصر محمد سیدی نیاوردن؟ هیچ وقت. برای اینکه سیدی از یه طرف با مسعود ضریبافان نزدیک بود به واسطه کارش تو بنیاد شهید که ضریبافان رئیسش بود، و از طرف دیگه به حمید گلسفید نزدیک بود. حمید پور محمدی گلسفید قائم مقام بانک مرکزی بود تو دولت احمدی نژاد که ماجرای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد و حمید گلسفید هم افتاد زندان، بعد با قرار وثیقه آزاد شد. الان ایشون معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هستن، یعنی معاون محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت تدبیر و امید. حمید گلسفید دوره‌ای که ضریبافان رئیس بنیاد شهید بود در دولت احمدی نژاد رئیس شرکت شاهد بود، از مهمترین شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد شهید. نماینده شرکت شاهد یعنی همین گلسفید، نماینده همین گلسفید در امارات ناصر محمد سیدی بود که تو تهران هم گفتم یه صرافی داشت و داره به اسم صرافی گارانتی تو خیابون ایران شهر. کلی شرکت داره آقای سیدی، از جمله زرین تجارت پرشیا که از جمله شرکت‌های پوششی است برای جابجا کردن پول. امیدوارم معلوم شده باشه.
که چرا ناصر محمد سیدی رو ضریبافان و گل سفید معرفیش میکنم و چرا 5 میلیارد و 400 میلیون دلار چند سال تو حسابش تو دبی بوده و باش کار کرده و کجا رفته، همون پول هم سود اون پول، کارایی که باش کردن کجا چی شده. چرا دولت روحانی هیچ اسمی از این سیدی که معرفش معاون سخنگوی دولت روحانی است نمیاره، ولی بابای بابک زنجانی رو در آورده. دیگه الان بعد دستتون اومده باشه که اون بیانیه آقای تقی کبیری که گفته بود 250,000 یورو مبلغ ناچیزیه در مقابل این پولهایی که دست آقای ناصر محمد سیدی و سایر افراد دیگه هستش. جالبی که آقای تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم هستن. حالا این اقتصاد و اینا چه ربطی به هم دیگه داره نمیدونم. البته این آقای تقی کبیری کلا آدم شفافی هستن و کلا یه بار رفتن توی منطقه‌ای می‌خواستن جلب توجه بکنن، تلفن رو برداشتن داشتن با یه کسی صحبت می‌کردن، بعد که مثلا امکانات بیارن برای مردم اون منطقه، بعد توی تلفن میگه که حالا یه موضوع دیگه هم هست مردم اینجا، حالا بعداً بهتون میگم. یعنی رانت و لابیاش هم تو حین این که بخواد به مردم خدمت بکنه انجام میده. ببینید این ویدیو رو. اینو بگید به هیچ یعنی قرار باشه ما 200 تا تخت اضافه بشه، از این بعد 200 تا تخت کم بشه ما ارزش که نداره. اینو بگید توقف بکنن تمام تجهیزات اینجا باید خارج از اون و نیروهای جدید. من یه موضوع دیگر هم چون اینجا دیگه من پیش مردم هستم دیگه بله دیگه اصلا این شفافیت آقای تقی کبیری از عرض و طول تو حلقه هم. و نکته بالتر هم این هستش که آقای تقی کبیری اون مقدار یورو توی خونشون بوده، این تصویر رو ببینید، جز افرادی بوده که برجام آتیش زده و جز کسایی بوده که میگفته که نباید مردم توی اون قضیه بالا رفتن یورو و دلار و ارز بخرن. حالا خودشون هم ارز خریده. بعد میگفته که چون آمریکا به تعهدات خودش در برجام عمل نکرد ما باید برجام آتیش بزنیم. من موندم بابا شما 40 سال به مردم گفتید که آب و برق و گاز مجانی میکنید، به وعده‌های خودتون عمل نکردید، بعد انتظار دارید آمریکا به وعده‌اش عمل بکنه. ای بابا. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید که همه هویت تک به قول خبرگزاری داخلی آقای تقی کبیری رو آشنا بشن. ممنون که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. مرسی از شما.